با نام خدا و سلام بر شما. به مجموعه خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. همگی را خانما را، زنا را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین تنش با افغانستان، فشار بر دانشجویان افغان در پاکستان در نوارهای دیداری که به تلویزیون یک فرستادند میگویند پس از افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد نظامیان پاکستانی آنها را بازداشت و مورد خشونت قرار میدهند. امضای تفاهم نامه انتقال محصولات زراعتی افغانستان از مسیر هوایی ازبکستان. بر بنیاد این تفاهم نامه میوه ها و سبزیجات افغانستان از این مسیر به بازارهای داخلی ازبکستان، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. و نگرانی ها از افزایش نرخ مواد سوختی در آستانه فرارسیدن فصل زمستان. باشندگان پایتخت از افزایش در قیمت های چوب، گاز و زغال سنگ شکایت می کنند. مسئولان در امارت اسلامی اما از روی دست گرفتن برنامه های برای مهار این چالش خبر داده اند. امروز 24 اکرب سال 1404 خورشیدی است که برابر می شود با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. من رحیم جان رحیمی هستم. در اوج تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و مسدود ماندن تمامی راه‌های بازرگانی در بیش از یک ماه پس میان دو کشور، حکومت آن کشور فشار بر دانشجویان افغان را به شدت افزایش داده. دانشجویان افغان در پاکستان در نوارهای دیداری که به تلویزیون یک فرستادند میگویند که نیروهای پاکستانی دانشجویان قانونی در آن کشور را بازداشت و مورد خشونت قرار میدهند. بلال آریان به این موضوع پرداخته است. خانما را، زنا را، اطفال در پی تنش‌ها میان امارت اسلامی افغانستان و رژیم نظامی پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدت گرفته است. ارتش نظامیان کشور مهاجران افغان را به گونه خشونت آمیز بازداشت کرده و فشارهای زیادی بر پناهجویان افغان وارد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیروهای نظامی پاکستان بدون در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و رفتارهای غیر انسانی مهاجران افغان را به گونه اجباری برای اخراج به مرز افغانستان منتقل می‌کنند. روند اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به ویژه در سال 2025 وارد مرحله بحرانی شده است. روند بازگرداندن هزاران پناهجوی افغان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین گزارش‌ها شماری از دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های پاکستان مصروف تحصیل بودند نیز از آن کشور اخراج شده‌اند. خانما را، زنا را، اطفال همگی را از بلاک تا کردن بردن پلیسا. ببینین اینی موتر پلیس است. اینی حال احوال مهاجرین افغان به جرمی که پناهنده هستند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات پناهندگان، تنها روز گذشته 4203 پناهجو از طریق گذرگاه اسپین بولدک و 446 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در پاکستان به طور ویژه هدف عملیات‌های نیروهای رژیم نظامی پاکستان قرار گرفته و در پی اخراج اجباری قرار دارند و افزایش این بازداشت‌ها نگرانی‌های گسترده را میان جامعه رسانه‌ای ایجاد کرده است. حاکمان و مقامات پاکستان بنابر پالیسی‌ها و سیاست‌های غلط و ظلم‌آمیز و محاسبات نادرست و شکنجه و چل و فریبی که با مردم داشتن، حالا میرن رسوا میشه. به این طریق میخواه که گلو و فعالیت‌های مطبوعات خاموش کنه یا را تابعدار بسازه. بو خاطر به شکنجه و اذیت و تهدید ژورنالیست‌ها میپردازن. روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان پس از اقدامات سختگیرانه مقام‌های رژیم نظامی پاکستان بعد از تنش‌های مرزی میان دو کشور افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. مقام‌های پاکستانی همواره ادعا دارند که گروه‌های هراس افغانی در داخل خاک افغانستان حضور دارند، ادعاهایی که نادرست بوده و از سوی امارت اسلامی افغانستان همواره رد شده است.
ریاست برقرسانی شرکت برشنا دستگاه تولید برق پارنده با ظرفیت 4 مگاوات و تامین نیازهای برقی برای بیش از 6000 خانواده در ولایت پنجشیر را به بهره برداری سپرد. به گفته مسئولان این پروژه با بودجه داخلی تکمیل شده است. شرح بیشتر با احمد منصور مسعود. امریکایی ها با شمول همه ناتو و همه کشورهای کفری جهان در مقابل این سنگرمردان شکست خوردند. ریاست برقرسانی شرکت برشنا روز گذشته با حضور شمار از مقام‌های ارشد امارت اسلامی دستگاه تولید برق پارنده را با ظرفیت 4 مگاوات در ولایت پنجشیر به بهره برداری سپرد. به گفته مسئولان شرکت برشنا این پروژه که از بودجه داخلی حکومت تمویل شده است، یکی از مهمترین گام‌ها در راستای تامین برق پایدار و تقویت زیرساخت‌های انرژی در کشور شمرده می‌شود. عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا در مراسم افتتاح با اشاره به آغاز این پروژه از سال 2013 تا کنون گفت که حکومت پیشین با وجود صرف بودجه قابل توجه نتوانست کار آن را تکمیل کند و بخش از این بودجه حیف و میل شد. او تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان بدون اتکا به هیچ نهاد خارجی این پروژه را تکمیل کرده و امسال 51 میلیارد افغانی در بخش انرژی در سراسر کشور به مصرف خواهد رساند. امروز که ما این بند را افتتاح میکنیم، شما میفهمین که در سال 2013 افتتاح آغاز کار این بند شده بود. آن نظام سمبولیکی که دعوی خدمات معیاری را به مردم داشتند و آن جنرال ها و کلان های این ولایت که بیشتر از 50% همون نظام سمبولیک را تسخیر کرده بودند، نتوانستند که این بند کوچک را به بهره برداری بسپارد. از سوی هم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم پروژه پارنده ولایت پنجشیر را نمونه ای از تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی دانست و از آغاز پروژه‌های مشابه در کنر، هرات و نیمروز در آینده نزدیک خبر داد. دا پروژه د 4 میگاوات برېښنا پر تولید سربیره یوه عایداتي سرچینه هم ده چې په کلني ډول به ترې د بیت المال بودجې ته کافی عواید راځي. حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر در سخنرانی خود در این مراسم ضمن قدردانی از اجرای این پروژه بر استقلال سیاسی، وحدت ملی و حاکمیت نظام اسلامی تاکید کرد و گفت که امارت اسلامی افغانستان نماینده ملت متحد می باشد. بعد از اینکه فضای اخوت در سراسر افغانستان تحکیم شد، دنیای کفر در افغانستان شکست خورد و امنیت و ثبات سرتاسری در افغانستان محکم شد، زمینه‌ای به خاطر آبادی و عمران و زیربنایی کشور ما رسیده. از سوی دیگر اما باشندگان ولایت پنجشیر نیز با استقبال از افتتاح این پروژه برق خواستار آغاز طرح‌های بازسازی جاده‌ها در این ولایت شدند. و دو سه سرکی که نیمکاره ماندن از دوران جمهوریت، یکی سرک پارنده است، سرک آبشار دره است، سرک بمباردار و سرک شتل. جناب محترم معاون صاحب یاب نمو یک تعدادش حتی آماده بودند که کارشان دقیقی باید شروع شود، اینکه کارهایشان نیمکاره مانده. توجه خاصتان در این باره خواهان هستم. با باور آگاهان بهره برداری این پروژه برقرسانی در ولایت پنجشیر در رشد صنعت، تجارت و زراعت اهمیت اساسی دارد و میتواند نیازهای مهم از ساکنان این ولایت را برآورده سازد. تفاهمنامه برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان از طریق مسیر هوایی ازبکستان میان کابل و تاشکند به امضا رسید. در خبرنامه مقام ولایت بلخ آمده است که بر اساس این تفاهمنامه میوه‌ها و سبزیجات افغانستان از این مسیر به بازارهای داخلی ازبکستان، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. در همین حال قزاقستان نیز محموله از کمک‌های بشردوستانه خود را برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله پسین در شمال افغانستان ارسال کرده است. همکارم ساجده کلامی گزارش می‌دهد.
به دنبال تلاش‌های امارت اسلامی برای یافتن مسیرهای جایگزین ترخم و سپین بولدک، مقام ولایت بلخ اخیراً از امضای تفاهم‌نامه میان افغانستان و ازبکستان خبر داده است تا از مسیر هوایی آن کشور برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان استفاده شود. در خبرنامه مقام ولایت بلخ آمده است که بر اساس این تفاهمنامه سبزیجات، انار، انجیر و سایر میوه‌های فصلی کشور از طریق دهلیزهای هوایی ازبکستان به بازارهای داخلی آن کشور، آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. همچنین روند عملی صادرات گوشت به آن کشور نیز آغاز شده است. در طویل مدت دهلیز هوایی از پرهزینه ترین راه‌ها به شمار میره، خصوصا در نبود هواپیماهای کارگو میتونی هزینه چندین برابر شود و اگر دولت افغانستان میخواهد برای طویل المدت افغانستان یک راه امن اقتصادی و دور از دغدغه‌های سیاسی داشته باشه، باید یک خط مواصلاتی آهن به شمال کشور داشته باشه و در صورت فعال که کابل را به مارکت‌های آسیای میانه وصل کنه. با ادامه مسدود ماندن تمام 5 گذرگاه ترانزیتی پاکستان به افغانستان، بخش عمده از محصولات زراعتی افغانستان فاسد شد و خساره‌های مالی زیادی به بازرگانان کشور وارد گردید. به منظور کاهش زیان‌های تجاری، دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار اعلام کرد که محموله‌های میوه و سبزیجاتی که قرار بود به پاکستان صادر شوند، از شهرک ترخم بازگردانده شده و با قیمت مناسب در بازارهای داخلی به فروش رسیده است. با این حال پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی پسین میان دو کشور همچنان مانع ورود میوه‌های افغانستان از مسیر ایران به آن کشور شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که بیش از 5500 کانتینر ترانزیتی افغانستان به دلیل بسته بودن مرزهای بین المللی در پاکستان گیر مانده‌اند. این موضوع وابستگی کابل به اسلام آباد را نشان می‌دهد. این رسانه همچنین افزوده است که پاکستان به منظور حفاظت کشورهای آسیای مرکزی از اختلال در تجارت بین المللی از طریق افغانستان تلاش می‌کند تا راه‌های بدیل آن را از طریق ازبکستان و چین جستجو کند. پاکستان هر زمان در بخش صادرات افغانستان بسیار مشکلات گوناگون ایجاد میکنند. نمیخواهند که افغانستان صادرات موجوده را آنها نمیپذیرند. بعضی اوقات مشکلات برشان ایجاد میکنند. پیشتر امارت اسلامی به تجار ملی هدایت داده بود که امکان تجارت از مسیرهای جایگزین پاکستان را بررسی و پیگیری کنند. در مقابل خواجه آصف نیز این اقدام حکومت افغانستان را به سود آن کشور دانست. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید که روند بهبود اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است و در حال حاضر از هر 10 خانواده 9 خانواده برای زنده ماندن ناگزیرند وعده‌های غذاییشان را کاهش دهند. همزمان با این سخنگوی وزارت اقتصاد این گزارش را به دور از واقعیت‌های عینی کشور دانسته و تاکید کرده که حرکت امارت اسلامی در مسیر خودکفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی از شهروندان با تمرکز روی برنامه‌های انکشافی از مسائل محوری برای توسعه اقتصادی کشور است. شرح بیشتر با همکارم مریم تیموری. در افغانستان خانواده ها هر روز با انتخاب دردناک روبرو هستند: خوردن یا نخوردن. هشدارهایی که خبر از خانواده هایی می دهند که ناگزیرند وعده های غذاییشان را کاهش دهند تا بتوانند زنده بمانند. این تصویر تلخ واقعیت تلخترین بحران انسانی را در قلب کشور نشان می دهد. به تازگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روند بهبود اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی است و در حال حاضر از هر 10 خانواده 9 خانواده برای زنده ماندن ناگزیر به کاهش وعده‌های غذاییشان هستند. همزمان با این حبیب رحمان حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد امارت اسلامی این گزارش را به دور از واقعیت‌های کشور دانسته و تاکید کرده است که مسیر رسیدن به خودکفایی اقتصادی و بهبود زندگی مردم با تمرکز بر برنامه‌های توسعه‌ای نه تنها تلاش برای رشد اقتصادی بلکه امید زنده برای ساختن آینده روشن و پایدار برای هر خانواده در افغانستان است. گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان دور از واقعیت‌های عینی جامعه ما میباشد. حرکت در مسیر خودکفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی هموطنان ما با تمرکز روی برنامه‌های انکشافی و حمایتی از طریق اولویت دهی به سکتورهای اشتغالزایی از مسائل محوری برای کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور در محراق توجه قرار گرفته است.
شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری امارت اسلامی و جدی گرفتن سرمایه‌گذاری و تولید داخلی در کشور سبب شده است تا اقتصاد افغانستان از فروپاشی نجات پیدا کند. تنها مشکل پاکستان نیست که این وضعیت به بار آورده. امروز افغانستان دیگه وابسته به پاکستان نیست. ما مسیرهای خیلی زیاد را در اختیار داریم که میتونیم از اون طریق تجارت خود ادامه بدیم. امروز افغانستان چابهار را در اختیار داره. امروز افغانستان کشورهای آسیای مرکزی را در اختیار داره، راه ابریشم را در اختیار داره که میدان تجارت خود از اون مسیر ادامه بده. این میپذیرم که یک مقدار هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد، مسیر طولانی تر خواهد شد، اما در کل راههای بدیل خوب افغانستان در اختیار داره و در کل افغانستان در مسیر پیشرفت و ترقی در حرکت است. اما شمار از شهروندان در کشور وضعیت اقتصادی مردم را بحرانی توصیف کرده و خواستار افزایش کمک‌های خارجی به افغانستان شدند. انتظار مردم افغانستان از سازمان ملل ای است که در شرایط بحرانی که قرار دارند باید بیشتر مورد تمرکز و توجه این نهاد قرار بگیره که متاسفانه طی 6 ماه پسین دیده میشه روند کمک رسانی نهادهای امدادگر مخصوصا سازمان ملل کاهش یافته. این مایه نگرانی هست. گفتنی است که شهروندان افغانستان با نگرانی عمیق بحران اقتصادی کشور و تاثیر آن بر زندگی روزمره خود را دنبال می کنند و امید دارند که آغاز برنامه‌های توسعه‌ای راه برای بهبود معیشت و آینده روشن آنها باشد. با سرد شدن هوا در کابل بهای مواد سوختی در روزهای اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته است. موضوعی که نگرانی‌های جدی باشندگان پایتخت را در پی داشته است. در همین حال وثیق الله زاهد مسئول اطلاعات شهرداری کابل میگوید برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها کمیته برای کنترل 56 قلم مواد ارتزاقی و سوختی در سطح شهر ایجاد شده است. افزایش بهای مواد سوختی در کابل شهروندان نگران زمستان پیش رو. در آستانه فصل سرما بهای مواد سوختی در کابل به گونه چشمگیر افزایش یافته است. موضوعی که نگرانی‌های جدی باشندگان پایتخت را در پی داشته است. قیمت چوب، زغال سنگ، گاز مایع اصلی‌ترین مواد مورد نیاز خانواده‌ها در فصل زمستان است. در هفته‌های پسین افزایش یافته است. بر اساس معلومات فروشندگان قیمت یک خروار چوب از 8500 افغانی به 12000 افغانی رسیده است. قیمت زغال سنگ و گاز مایع نیز رشد قابل توجه داشته. فضل هادی یکی از خریداران مواد سوختی میگویند که برای خرید چوب به بازار آمده. او که درآمد روزانه 800 افغانی است عریضه نویسی میکند. می‌افزاید که توان خرید مواد سوختی را ندارد. فضل هادی از دولت میخواهد که به جای تمرکز بر ساخت و ساز جاده‌ها در کاهش قیمت‌ها توجهی جدی کند. به خاطر زغال خریدن اینجا آمدم، هر سال تا این وقت تماما زغال و هر چوب خود تهیه میکردم و کاروبار بوده چند ساله. حال خود کار هم از یک طرف نیست. روزانه ما صدر پایداد نداریم. زغال سنگ هم 10 درجه نسبت به دیگه سالها 10 درجه بالا رفته. روزانه صدر پایداد نداریم. حال یک سر زغال در کلیم صد تقریبا رسیده فی سیرش و معلوم نیست که بسوزه یا نسوزه. لال حبیب باشنده دیگر کابل برای خرید چوب آمده میگوید. کولا چې دا کم خاص چیزی دا سخت ګران دي او د وس د غاز نه مې استفاده کوو. د غاز هم دومره ګران دی چې د غریب خلکو بیخي موږ وس نه کیږي. موږ د حکومت نه دا خواهش دی چې باید چې پلټنې وشي او غاز یو دکان کې په یو نرخ دی، څوک په 55 ورکوي، څوک په 70 روپۍ ورکوي. د غاز دا چوب چې دی او دا خو د 100 روپیو نه کم سیر نه دی. امید یکی از فروشندگان گاز مایع از نبود نظارت و ثبات در بازار شکایت دارد. میگویند که گاز مایع در نبود تنظیم درست بازار پیوسته در نوسان است. از حکومت میخواهند که زمینه واردات بیشتر این ماده را در بنادر فراهم کند. حالا اقتصاد مردم خیلی ضعیف شده. دیگه حالا مردم 2 کیلو 3 کیلو بیشتر نمیندازن. دیگه خیلی اقتصاد ضعیف به مردم شده و نرخ گاز هم کسک اصلا ثابت نیست. یک روز میری 50 روپیه برات میفته، یک دفعه میری دیگه روزش میری 49 روپیه میفته برات. تو نرخ ثابت نداره که یک نرخ دیگه ثابت وایسه که آدم بفهمه که پایین است یا بالاست. در همین حال وثیق الله زاهد مسئول اطلاعات شاروالی کابل میگویند که برای مهار افزایش نرخ‌ها کمیته برای کنترل 65 قلم مواد ارتزاقی و سوختی در سطح شهر ایجاد شده است.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نن سهار د نرخونو د کنټرول او احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون لخوا یو 50مه ګډه نرخنامه جوړه شوه چې د کابل ښاروالۍ لخوا نشر ته وسپارل شوه. په دغه نرخنامه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په شمول 50 قلمه اجناس شامل دي چې لله الحمد د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی نه درغله، بلکې د تیل او د غازو په نرخونو کې د تیر په پرتله 15 افغانۍ او 6 افغانۍ کموالی هم راغله ده. با وجود اقدام‌ها و نهادهای مسئول، اما افزایش مواد سوختی همچنان چالش بزرگی برای مردم کابل است. بسیاری از خانواده‌ها توان خرید مواد گرم کننده را ندارند و نگرانند که با سرد شدن بیشتر هوا وضعیت دشوارتر شود. با این ترتیب تا اینجا میرسیم به پایان اخبار این ساعت از یک. از توجهتان سپاسگزاریم.